این عکس که در سال 2013 گرفته شده، نام امام زمان روی یکی از دیوارهای صحن مسجد النبی است. صحنی بزرگ و قدیمی که نام صحابی رسول الله و فرزندانشان را روی قاب‌های خطاطی و بر سردر صحن نصب کردند. این قاب اما با همه قاب‌ها متفاوت است. انگار خطاط حرف یاران آشیانه نوشته باشد، اما خطاط عبدالله الزهدی است، کسی که بسیاری از خط نوشته های مسجد النبی را بدون هیچ گونه خطای هنری خطاطی کرد. سال 1998 میلادی عبدالامیر نجار از عراق به حج مشرف می شود. نام امام زمان علیه السلام را که می بیند از هوشمندی خطاط به وجد می آید. مخفیانه دوربینی را به داخل صحن برده و از قاب عکس می گیرد. قاب سال 1998 متفاوت است با امروز. تفاوت در همان حرف یاست.